من جامعه و نرگس معلمه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 قشلاق شکش نویه رشقلم در تاریخ 15 ینور سال 2022 ما رو عزیز بیک و میسره و شای مردانوف با فریب دعوت کردند به شرکت ولایت مختار کوهستان و بدخشان. از ما با فشار اینترویو گرفتند. گفتند که اگر اینترویو نتیدان ما با ماده 90 شما رو پرتکال ماموری میکنیم، شما رو جریمه میکنیم و شما رو مسئول میتیم. ما از فشار از ترس به اونا مجبور شده اینترویو دادیم. اوضاع در اوله ما نوتنجی است. از مردم هر گونه گپای قبیل رو میشنویم. منم آموزگار متنوع نمره 6 نویه رشقلم جانشین تربیوی حینانم من قطعی همین جامعه بودم. حینان همین با همین فشار از ما اینترویو گرفتم و از ترس اینترویو دادیم.